چی بازیقی اپا جون؟ برای بچه همون زیغ نشه اپا جون، میفهم همش خوب میشه و انشالله با هم رای خدا عیقی بشتیست. به خاطر پدرامون، به خاطر سیمیوهامون ما خواهش میکنیم از شما برادر جونان، همیرا نوارا لایک مونین پادلیت سکنین چنقری که 100 روبله ها 150 روبله های که بگذرانش انشالله با هم رای خدا سوش میگیری بدشدش یک فرزند داشته بود دسته بیچاره. اینا مادرن یک بی در بی خونه بی هیچ بیچاره. اوی چشم این مادر بین ما دیگه نمیدونیم چی بگم برادر جونم. بیاین یک جویا همین مادر یک یونده یک ولی بچه من 20 داماد رو اومده خانم 20 بودم کن میفهم مادر میفهم. الله صبرت بتا. مسیرت من نتونست بخدا کلنگری من کسی متر اومده ایمه میپرسید و چه من چی بکن بخرم میفهم مادر میفهم. الله صبرت بتا میفهم ما باور که خداوند دشمنی کسا با جای شما نیورا دشمنی کسا میفهمم. من خدا میگم اول با خدا تکیه دارم بعد شما نمیگم چه بار ما با شما دختم انشالله با هم رای خدا میگم انشالله. انشالله میگم بچه ها میگیرن بچه ها دست برده میشه انشالله مورا با خدا ورا با موز خوریدم انشالله خدا خواهد انشالله. دعا که در حقش دعا که همین دعای مادر انشالله با هم رای خدا تیری در نشونه در نزد پروردگار دعا کن همین دعا که انشالله با هم رای خدا دعات مستجاب میشه مادر همین فقط دعا کن ما انشالله با هم رای خدا خدا کمک ندارم باور میکنه ای فکر کم دیگه نمیوم باور میفهمم این طول میفهمم یک 11 ماه همون شخصیتی میفهمه که فرزند کلان که اگه بعد دیده و اوی چشم کرده و مهنت کرده اگه این 11 ماه خودت اجدتش کردیسته ولی کلان کردنش رو بیسته. میفهم مادر الله صبرت بته میفهمم. اسم خونه بیرونی میشه بچه یه باشونیز با خدا بتونی و برکت در سر نیو بریزونه که با بوتی چه دختروی مرا قدیمه
ами афорин чӣ мекани мардак 11 мушет дар сизо маҳкам ай. Ина тӯли чанд бора судш мешавад, суд